ای سیهکاران دستار بند، یقین بدانید با خون مهسا امینی که به ناحق به آسیاب ماندگاری تان ریخته اید، کلید باز پسگیری امانتی که نیاکانمان به ودیعه به ما سپردند را، ایران دربندمان، سرزمین همیشه جاودانمان زده شد. و شک نکنید مرگ شما کفتاران و آزادی سرزمینمان نزدیک است که این حکم تاریخ است. هجوم فرهنگی و آشوب سال 1357 با خود تحفه‌ای را به همراه داشت که روی هند جگرخوار را سپید کرده است. این فرزند خبیث شیطان روح الله موسوی خمینی بود که با قدم شومش انگاری خاکی سیاه را بر سر و روی مردمان و خاک پرمنزلمان ریخت. از یک سو غم دلیران و مسئولانی که دست به دست به جوخه‌های اعدام سپرده می شدند، یا چون بسیارانی از جمله هم میهنان بهایی ما ناپدید می شدند را در دل داشتیم. و از یک سو خطر دیگرمان از جانب این غاصبان تبهکار مصادره ذره ذره ثروت و دارایی های ملی من بود که با وقاحت به فروش خاکمان منتهی شد. از همان آغاز شکی نبود که این سیستم مخوف و گماشتگان بدکاران به هدف نابودی این سرزمین، یعنی ایران همیشه جاودانمان، به سوی خاک زرخیزمان روانه شدند. اما بازی کثیفشان به همین جا ختم نشد، بلکه از همان آغاز جمعیت ایران شقه جنسیتی شد و پروژه حجاب و لچک از همان جا کلید خورد. قربانی آخر تا این ساعت مهسا امینی، دخترک معصوم 22 ساله ایرانمان است. این فرقه تبهکار از همان آغاز جایگاه ویژه بانوان را و دوشیزگان ایرانی را که با هجوم 1400 ساله به گروگان گرفته شده بود، که در عصر خاندان پهلوی به همت 2 پادشاه رادمردش، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه پهلوی، به آنان اهدا شده بود. برای این جاهلان دیو صفت سدی بود. برای رسیدن به اهداف شومشان اولین نشانه اعتراضی به حرکت‌های مذبوحانه این متحجرین خودسوزی بانو دارابی بود و از پس آن تجاوز و فروش زنان و دختران ایرانی بر سر بازار اجنبی آغاز شد و این گام بزرگی بود برای به گروگان گرفتن فرهنگ ایرانی، شرف و غیرت ایرانی. آنان حتی از بازوان اژدهای 7 سر و هند جگرخوار که مجاهدین بودن هم نگذاشتند و از پله ترقی جگرخواری به جوانخواری ارتقا پیدا کردند. آزادی و آزادگی زنان ما شد پیراهن عثمان و امروز از دولتی از سر اژدها اسلامیشان تمام شهرهای مذهبیشان تبدیل شده به مراکز خانه‌های عفاف و تفرجگاه‌های مردان اجنبی که بخشی در عراق سر مردانشان را بریدند و زنان و دخترکانشان را با وساطت امام رضا به خود فروشی دعوت نمودند. ای بیخردان و ای خامنه‌ای کشور فروش،
اسلامتان و حکومت اسلامی را به کشورهای دیگر صادر نکردید، بلکه دختر قاسمتان رئیس خانه‌های عفاف لبنان شد. کلاهتان را بالا بگذارید، بالاتر. هنوز کفن پدر قاچاقچیش خشک نشده. به آغوش خانواده حسن نصرالله افتاد و از دولتی بذل و بخشش ولایت فقیه کشور فروش دخترک در لبنان شعبه خانه عفاف زد و صد لعن و نفرین را از برای پدر تا همه شما بانیان این وحشت بزرگ و سرزمین را به جان خرید که طعم مال و منال را از این دخترک از پدر ناخلف و قاچاقچی خود به ارث برده. شما روی هیتلر را هم سفید کرده اید. او میکشت، دسته ای را با بیشرمی نشانه گرفته بود. از برپایی کورهای آدمسوزی از برای یهودیان نگونبخت گرفته تا هر کس که نژادی از غیر داشت. او حتی پزشکان را از سر خودخواهی هم که شده از صف مرگ خارج میکرد که البته هرگز جنایات او را توجیه نمی کند. اما به راستی شما چند پزشک را سر بریده اید، چند متفکر و خردمند را در بیابان رها کرده از پشت نشانه گرفته اید، به چند هزار جوان در بازداشتگاه‌های مخوفتان تجاوز کرده اید و یا آنان را به خودکشی وادارشون کرده اید. شما با ایران ما چه کردید؟ ای سیه‌کاران دستار بند، یقین بدانید با خون مهسا امینی که به ناحق به آسیاب ماندگاریتان ریخته اید، کلید بازپسگیری امانتی که نیاکانمان به ودیعه به ما سپردند را، ایران در بندمان را، سرزمین همیشه جاودانمان زده شد. و شک نکنید مرگ شما کفتاران و آزادی سرزمینمان نزدیک است که این حکم تاریخ است. صدای شهر ما آر سکوته، ولی نزدیک فردای سقوطه. صدای پای سهرابو که خوندم، نوشتم اون که رفته پا نبوده. تو پس دل داشته باش حرفاتو مش کن که فردا روز آزادی چه زوده، که فردا روز آزادی چه زوده، چه زوده، چه زوده. به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، به جز آزادی روز من و تو تار محاله، به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، محاله، محاله. به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، به جز آزادی روز من و تو تار محاله، به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، محاله، محاله. توی حفظین بشین سیگار سیگار، تو مغزا دیگه فعلا جای دوده. هزاری هم اگه خوابشو دیدی، نبود اینجا توی لبنان که بوده. بیا زنجیری از دستا بسازی که فردا روز آزادی چه زوده، که فردا روز آزادی چه زوده، چه زوده، چه زوده. به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، به جز آزادی روز من و تو تار محاله، به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، محاله، محاله،
تو اخباری که هر روز ما رو کش، توی دنیایی که دنیای سوده، توی بازی آدم و مترسک بسازیم اسلحه از عشق و بوسه. شده رویا تو با چشمات ببینی که فردا روز آزادی چه زوده، که فردا روز آزادی چه زوده، چه زوده، چه زوده. به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، به جز آزادی روز من و تو تار محاله، به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، محاله محاله. به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، به جز آزادی روز من و تو تار محاله، به جز آزادی عید من و تو خواب و خیاله، محاله محاله. خامنه‌ای دادگاهیت میکنیم، ما حق قانونیمون اعتراف